بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. جلالت ما محترم سرور دانش معاون مقام عالی رئیس جمهوری و رئیس کمیته ملی احصایه، جناب احمد جاوید رسولی رئیس عمومی اداره ملی احصایه و معلومات، رؤسای محترم، مشاورین گرامی، رؤسا، همکاران عزیز، اصحاب رسانه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحال هستم که ما برای اولین بار روز جهانی احصایه را تجلیل میکنیم و ما هم یکی از اشتراک‌کننده‌های این روز هستم. همونطور که جناب علی شینگی صاحب گفتند، هر سال یک شعار به خصوص به خاطر تجلیل از روز جهانی احصایه تعیین میشه و امسال اتصال جهان با واسطه ارقامی که بالا اعتماد کرده میتوانیم تجلیل میشه. یعنی ارتباطات جهان یا کشورهای جهان صرفاً با واسطه احصایه های با کیفیت و قابل اعتماد صورت گرفته میتونن. نیاز به احصایه های قابل اعتماد و با کیفیت امروز در کشور ما نظر به هر زمان دیگه زیادتر محسوس است. به خاطر از اینکه در هر جایی که مشکلات و معضلات زیاد باشه، واضح است که بنیاد و اساس از او ارقام است و کشور ما که امروز به معضلات بسیار بزرگ مواجه است، میتونیم که از طریق ارقام و احصایه های دقیق و قابل اعتماد این مشکلات مرفوع بسازیم و از طریق ارقام میتونیم که یک زندگی مسئوله ایجاد بکنیم، انکشاف پایدار داشته باشیم و از همه مهمتر به اهداف انکشاف پایدار که اهداف بین‌المللی است نایل بشیم. جناب جلالت معاون صاحب دوم مقام رئیس جمهوری و همچنان جناب رسولی صاحب در مورد مسائل به تفصیل صحبت کردند. تفصیل بسیار صحبت‌های رهبری و خوب بود. ما میخوایم که مختصراً بعض مسائل خدمت شما به عرض برسونیم. زمان ما میتونیم که نیازهای احصایوی را که کشور ما و هر کشور دیگه داشته باشه برآورده بسازیم که یک سیستم پاسخگوی احصایوی داشته باشیم. زمانی که ما از سیستم احصایوی صحبت میکنیم، سیستم پاسخگو، سیستم کارا، این تنها به یک اداره احصایه منحصر نمیشه، بلکه مجموعه تولید کننده‌های احصایه ها که غیر مستقیم یا مستقیم در تولید احصایه همکاری داشته باشند، این شامل سیستم های احصایه‌ای میشه با شمول جو اسپیشال دیتا و بیگ دیتا و ارقامی که ما از هر بخشای، حتی بخشای دیگه‌ای که به صورت ثبت ها هم صورت میگیره یا CRVS، تمام شامل سیستم احصایه‌ای شده میتونه. بدان اگر ما اینطور خلاصه بکنیم که ارقام با کیفیت و قابل اعتماد اساس و بنیاد پلانگذاری ها و پالیسی های مبتنی بر شواهد تشکیل میده و واقعا زمان ارقام و احصایه ها معنی پیدا میکنه که عملا در طرح پالیسی از او استفاده صورت بگیره. اگر ما هر قدر ارقام با کیفیت و با موقع داشته باشیم ولی استفاده کمتر صورت بگیره، ما نمیتونیم که تغییر در جامعه خود مشاهده بکنیم. حال مسئله سرزی است که جناب جلالت معاون صاحب اشاره کردند که ارقام چطور بتونه که نهادها و افراد جامعه بالا از او اعتماد داشته باشند، یا به عبارت دیگر چگونه میتونیم که ما با کیفیت بسازیمش، چگونه میتونیم کیفیت رو زیر بالا ببریم. سازمان ملل متحد بخش احصایه پرنسیپ های را به خاطر از اینکه هم کیفیت ارقام بالا بره و هم کیفیت ارقام ما بتونیم که سنجش بکنیم، اونا پرنسیپ های دوگانه را ایجاد کردند و تمام ادارات احصایوی مکلف هستند که پرنسیپ ها را باید تطبیق بکنند و بر اساس تطبیق همین پرنسیپ های دوگانه نهادهای احصایوی ارزیابی میشن که در کدام جایگاه قرار دارند و ارقام از اونا چقدر قابل اعتماد است، بر اساس همین پرنسیپ ها ارزیابی میشن. خب حال ما اگر که در داخل اداره احصایه در بخش احصایوی ما این پرنسیپ ها را ببینیم چقدر تطبیق شده. در سالهای اخیر تقریبا اگر ما 5-6 سال اخیر بگوییم، ما تمام این پرنسیپ ها را تمامش با تمام جزئیاتش تطبیق کردیم و امروز به یاری خداوند ارقام احصایه هایی که در اداره ملی احصایه و معلومات تولید میشه تمامش با پرنسیپ ها و استانداردهای بین المللی
کاملا مطابقت داره و به این خاطر است که زیادترین استفاده کننده ارقام اداره ما بیشتر مؤسسات ملل متحد و نهادهای بین المللی است، مثل بانک جهانی، IMF و تمام مؤسسات ملل متحد. حتی این ادارات پیش از اینکه ارقام نشر شود، ارقام خام اونا درخواست میکنن که به دست بیارن و پلان های خود مطابق این ارقام عیار بسازن یا طرح بکنن. با وجود که واقعا مشکلات بسیار زیاد دامنگیر کشور ما است و مشکلات بسیار زیاد وجود داره در هر عرصه، باز هم اداره ملی احصایه و معلومات تانستیم که در بخش احصایه دستاوردهای قابل ملاحظه داشته باشه. یک مسئله را که جناب منصف دبو اشاره کردن که سرشماری نفوس است. سرشماری نفوس واقعا ضرورت است برای هر کشور. در کشورهای پیشرفته حتی در 10 سال یا در هر 5 سال انجام میشه، ولی بسیاری از کشورها است که تا 20 سال هم نتونستند که سرشماری کامل نفوس انجام بدن. لبنان یک کشور بسیار پیشرفته است، تا حالا هیچ سرشماری نفوس نداره. و سرشماری نفوس به این معنی است که هر فرد افغان و هر خانوار مورد شمار قرار بگیره. صرفاً در سال 1358 سرشماری نفوس انجام شد، با آنکه تکمیل نشد، یک قسمتش از طریق فهرست خانوار برآورد شد، ولی باز هم من حیث اولین سرشماری در احصایه افغانستان ثبت شد. و بار دوم زمانی که در سال 2003 سرشماری دوم پلان شد، بنابر مشکلاتی که امنیتی که وجود داشت، کابینه جمهوری اسلامی افغانستان نخواست که سرشماری انجام شود و متوقف شد. با اینکه در سال 2003 الی سال 2005 کارهای مقدماتی سرشماری نفوس و مسکن که عبارت از فهرست برداری است او تکمیل شد، ولی سرشماری کامل نفوس متاسفانه انجام نشد. خب وقتی که اگر سرشماری نفوس انجام نشد و ما امیدوار هستیم که هر زمانی که وضعیت امنیتی اجازه بده برای ما از لحاظ تکنیکی کاملا آماده هستیم به خاطر تطبیق سرشماری. یعنی اداره ما در سطح هست که هر زمانی که عمدتاً از جانب جناب رئیس جمهور کشور اجازه سرشماری داده میشه، هر زمانی که ما متيقن شدیم که کاملا در هر ولسوالی و در هر قریه ما رفتن میتونیم و سرشماری انجام داده میتونیم، از لحاظ تکنیکی اداره ملی احصایه و معلومات آمادگی کامل داره و حاضر آماده است که تطبیق بکنه. خب تا زمانی که سرشماری کامل نفوس اگر انجام نمیشه که تقریبا در حدود که از سال 2004 که تعداد نفوس برآورد شد، از او بعد تقریبا در حدود 13 یا 14 سال ما از برآوردهای نفوس استفاده میکنیم که البته یک متد علمی و متد احصایوی است که در اکثر کشورها در بین 10 سال یا 5 سال نفوس به اساس از او برآورد میکنند. دستاوردی که ما داریم این است که قبلا ما در هر سال که به تفکیک جنسیت، به تفکیک زونها، به تفکیک ولایت، ولسوالی و به تفکیک گروه‌های سنی ما را هر سال نشر میکردیم، امسال تصمیم به این شد که ما این را در حره برآورد بکنیم. یعنی در حره به تغییراتی که در نفوس میاد شمار میشه، سنجش میشه و نشر میشه. مسئله دیگه که ما بیشتر کشورها عمدتاً پیشرفت‌های اقتصادیشان یا سنجشی که در کدام رده قرار دارن از طریق تولید ناخالص داخلی میشه که اداره احصایه معلومات یا اداره ملی احصایه معلومات مکلفیت سنجش GDP یا تولید ناخالص داخلی دارن. سیستم هایی که عمدتاً استفاده میشه سیستم یا 65 است یا 93 است و یا 2008 است. آخرین سیستمی که امروز در جهان از محاسبات ملی انجام میشه سیستم سنه 2008 نامیده میشه که یکی از پیشرفته ترین و مدرن ترین سیستم ها است. ما در سال 1398 توانستیم که سیستم قبلی خود تغییر بدیم به سیستم جدید، سیستم محاسبات ملی 98 که امروز در یک تعداد زیاد از کشورها هنوز نتونستند که سیستم تطبیق کنند، ولی با وجود مشکلات و موانعی که وجود داشت ما توانستیم که سیستم به یاری خودمان تطبیق بکنیم. ما برای اولین بار ما یک جدولی که به نام جدول عرضه و استفاده یا ECT میشه و یک تصویر بسیار شفاف و کامل را از اقتصاد کشور ارائه میکنه ما تهیه کردیم که امیدوار هستیم پلیسازهای اقتصادی و نهادهای اقتصادی از استفاده بکنن. یعنی برای ما نشان میده که مجموعاً ما چی را تولید میکنیم و چی را به کجا مصرف میکنیم. همچنان در بخشای احصایه تجارت پیشرفت‌های قابل ملاحظه و دستاوردهای داشتیم.
ما قبلا در وقت بیلانس تجارت ما تهیه میکردیم، سنجش میکردیم، صرف اجناس بود. ما در سال قبل یعنی 98 تونستیم که بیلانس خدمات برای اولین بار سنجش بکنیم. این بیلانس خدمات به این معنی است که ما چی اندازه خدمات صادر کرده میتونیم و چی اندازه خدمات ما وارد کردیم، که یک بخش از بزرگ اقتصاد بود که از سنجش ها باز مونده بود. ما تونستیم که را هم شامل بخش اقتصادی خود بسازیم. بر علاوه سنجش صادرات مجدد و ترانزیت که یک بخش مهم از اقتصاد است هم شامل احصایه های تجارت شده. دستاورد دیگری که ما داریم عبارت از شاخص فقر چند بودی است. قبلا شما میفهمین که در سالهایی که سروی صورت میگرفت ما تنها سر فقر پولی صحبت میکردیم، در حالی که در سال 2011 برای اولین بار پانتون آکسفورد یک شاخص جدیدی را که نه تنها شاخص ما از لحاظ پولی یا از لحاظ مصرفی ببینیم بلکه از لحاظ مختلف، از ابعاد مختلف مطالعه بکنیم، انکشاف داد و در اکثر کشورها این تطبیق شد. یکی از شاخص هایی که در سال 2020 شامل اهداف انکشاف پایدار شده MDG یا شاخص فقر چند بودی است. شاخص فقر چند بودی به این معنی است که ما از لحاظ تعلیم تربیت چقدر فقیر هستیم، از لحاظ صحی چقدر فقیر هستیم، از لحاظ عاید چقدر فقیر هستیم. این در 18 بود، در 18 شاخصی که ما سنجش میکنیم و 5 بود، یک تصویر بسیار کلی را از مشکلات و معضلات برای ما ارائه میکنه و یکی از ابزار بسیار بسیار مهم برای تخصیص بودجه و به خاطر پلانگذاری است که در سال که در جریان است سروی تکمیل شده، به زودی انشالله ارقام از این نشر میشه و یک وسیله میشه که ما بتونیم که از شاخص فقر چند بودی هم وزارت محترم مالیه و هم وزارت اقتصاد و هم وزارت‌هایی که اونا پلانگذاری اقتصادی را به عهده دارند استفاده موثر بکنند. چنانچه جناب رسولی صاحب اشاره کردن، ما برای اولین بار سروی های عاید مصرف و سروی نیروی کار در افغانستان ما تطبیق کردیم. نه تنها تطبیق عادی بلکه با یک رویکرد جدید، با یک شیوه های جدید ما را جمع آوری کردیم ارقام که تمامش از طریق تبلت و از طریق پرسشنامه الکترونیکی بوده و بدون از اینکه مداخله خود سرور در اونجا باشه مستقیما یا از طریق آنلاین به سرورهای مرکزی انتقال میشد و بعد از پاککاری برای تحلیل آماده میشن که هم یکی از دستاوردهای بزرگ به حساب میره. جناب محمد صاحب دوم رئیس جمهوری در رابطه با چیز بسیار مهم اشاره کردن که چگونه ما میتونیم که بخش اکادمیک و بخش عملی ما یک جا بسازیم. ابتکار و دستاوردی که ما بوده در یکی از مراکز بسیار مهمه که مرکز تحقیق و آموزش احصایی است در داخل پانتون کابل ایجاد کردیم که رابطه بین پانزه اقتصاد و دیگه پانزه و بخش عملی اقتصاد این رابطه باید نزدیک شود. ما چیزی که واقعا من خودم شخصا احساس میکردم که یک فاصله بین نهادهای اکادمیک، بین تئوری و بین عمل وجود داره. بعد از تلاش زیاد تونستیم که مرکز ایجاد شد و امروز نه تنها که کارمندای داخل اداره ملی احصای معلومات بلکه محصلین هم عملا در اینجا تحت آموزش قرار میگیرند و نه تنها محصلین بلکه کارمندای احصایی دیگه ادارات و وزارتخانه. فعلا در همین مرکز کورس احصای جندر عملا جریان داره و در حدود 2 ماه کسایی که در رابطه با احصای های جندر اونا کار میکنن آموزش های مسلکی برشون داده میشن. مسئله دیگه دستاورد که ما داریم در اواخر این است که ما قبلا احصایه های جاری را از طریق فرماها، ارسال فرما ما جمع آوری میکردیم که حال ما تونستیم با ایجاد یک معاونت به نام معاونت انسجام و انکشاف سیستم ها تمام ارقام ما از طریق سیستم جمع آوری بکنیم. گرچه که تا هنوز هم مشکلات وجود داره و ما میخوایم که در آینده تمام ارقام را که از هر وزارت ما جمع آوری میکنیم از طریق سیستم ها جمع آوری شود. و یکی از واقعا چیزای مهمی است که باید اعتماد نهادهای داخلی و اعتماد نهادهای خارجی هم کسب شود. خوشبختانه و لله الحمد که ما این اعتماد بین المللی را کسب کردیم و امروز یکی از افتخارات بزرگی است که یکی از نماینده اداره ملی احصای معلومات من حیث نماینده جنوب آسیا در گروه متخصصین اهداف انکشاف پایدار بین المللی اونا عضویت دارن
که واقعا افتخار بر افغانستان است که امروز ما نمایندگی از هند، ایران، ترکیه، نیپال و از این کشورها در این گروه متخصصین داریم و همچنان عضویت و معاونت کمیته رهبری اصلاح اجتماعی حوزه آسیا پاسیفیک ملل متحد داریم که دستاوردهای واقعا بین‌المللی قابل افتخار به همه ما شما و خصوصا به جناب رسولی صاحب و همچنان به جناب دانش صاحب که رئیس کمیته ملی اصلاح هستند بر همه ما شما این افتخار برمیگردن. و امروز ما در موقف هستیم که ملل متحد بخشای ملل متحد و ادارات بین المللی اگر سرویه های می داشته باشند، اگر ما میتونیم که همکاری های تکنیکی را برای را بکنیم، سرویه هایی را که WFP و یا دیگر نهادهای بین المللی یونسکو فعلا دارند، ما مشورای تکنیکی میتیم، دیزاین میکنیم سرویه را، سامپلینگ دیزاین میکنیم و بالاخره راپور نهایی از لحاظ تکنیکی مطالعه میشه یا قبول یا رد یا تعدیل میشه. یعنی این ظرفیت را ما در اداره ایجاد کردیم تا بتونه که نیازهای عیسوی کشور خود و همچنان نمایندگی کرده بتونه در خارج این ایجاد شده است. و تمام مسائلی را که من گفتم ما فعلا 3 پورتال یا 3 وبسایت را داریم به خاطر از اینکه ارقام مختلف ارائه بکنیم که ارقام ما هم به شکل ارقام خام و هم به شکل ارقام گزارش ها در وبسایت های مختلف و هم کار سر جریان داره که بتونیم که حتی برای کسایی که استفاده کننده ارقام است زمینه را چنان مهیا بسازیم که بعض تحلیل ها را خودشان اونا نظر به چیزی که خود از اونها نیاز دارن مطابق نیازهای خود تحلیل ها را انجام بدن که یک دستاورد بسیار بزرگ خواهد بود خصوصا برای نهادهای اکادمیک که اگر بخواهند که ریسرچ و تحقیق را انجام بدن تحلیل ها را مستقیما از طریق وبسایت خودشان انجام بدن. امروز اسایه واقعا در جایگاه بسیار عالی و خوب قرار داره و این قرار گرفتن اسایه در جایگاه خوب ناشی از این است که حمایت بوده از جانب حکومت، حمایت بوده از جانب کمیته ملی اسایه، حمایت بوده و همچنین از جانب خود رئیس عمومی اداره ملی اسایه در این بخش. و ما با اغتنام از این فرصت و با تبریک گفتن این روز جهانی اسایه میخوایم از تمام همکارایی که در راستای جمع‌آوری ارقام در راستای در هر بخشی از اسایه که اونا قرار دارند از حکومت که تعهد خدا به خاطر حمایت از اسایه که در حقیقت ابزار مسئولیت پیشرفتی کشور است تجدید کنیم و ما امیدوار هستیم که این حمایت ها ادامه پیدا کنه تا جایگاه بهتر را داشته باشیم. تشکر هستم.